به ورزش فوتبال سلام عرض میکنم. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت و پرنشاط باشید. امروز به همراه آقای احمد بگزاده در غیاب پیشکسوت گزارشگری فارس آقای عباس جعفری با گزارش دو تیم مقاومت شهید سپاسی و سبا باتری در خدمت شما عزیزان هستیم. یک لحظه سانت روی دروازه سوشا مکانی توپ رو کنترل میکنه. جا داره که میلاد مبارک حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو هم یک بار دیگه به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم. اما موقعیت برای تیم مقاومت هست ضربه رضا خالقی فر که با بی‌دقتی از بالای دروازه به بیرون میره. موقعیتی که برای تیم مقاومت شهید سپاسی یک لحظه ببرد. فرزانه ضربه سر رو میزنه. جمال عباسی اشتباهش توپ رو در اختیار بازیکنای سبا باتری قرار میده. بارش بارانی که قبل از این مسابقه در شهر شیراز و ورزشگاه حافظیه انجام شد تراوت خاصی رو به حال و هوای شهر شیراز و حافظیه داده. انشالله که بازی رو خوبی رو از دو تیم خوب فوتبال کشورمون یعنی نماینده فوتبال فارس در مسابقات لیگ برتر مقاومت شهید سپاسی و تیمی که از تهران اومده سبا باتری که همکنون در صدر جدول قرار داره شاهد باشیم. پرتاب برای بازیکنان مقاومت هست. میثم امیری بازیکنی که یکی دو بازی در ترکیب تیم مقاومت قرار نگرفت امروز فیکس هست. امروز خدمتتون عرض کنم که محمد صادق کرمی و محسن نیسانی رو بازیکن مقاومت در اختیار ندارند و در غیاب این دو بازیکن ثابت به مصاف تیم سبا باتری رفتند. موقعیت هست برای بازیکن تیم سبا باتری. ضربه راه دور بازیکن سبا باتری بابک حاتم. ابوالفضل حاجی زاده، مرتضی اسدی حالا بازیکن خودشون رو هم دریبل میزنه میریزه به تو برای دیگر بازیکن تیم سبا باتری. بازیکن شماره 5 یحیی نژاد رو به روش علی محمد دهخان به روی دروازه برای فریدون فضلی. عادل کلاهکج که حضور داره. اومد یک بار دیگه فرزانه ابوالفضل حاجی زاده عوض میکنه با امجد شکوه مقام. یحیی گل محمدی یه تیکه توپش رو میندازه برای غلامرضا رضایی رو به روش هادی رمضانی. یک بار دیگه امجد شکوه مقام برای یحیی گل محمدی کاپیتان امروز تیم سبا باتری تهران. فرزانه، حاتمی، کلا پرسپولیس و سپاهان باشه با امتیاز 33. تیم پرسپولیس هم اگر 6 امتیاز ازش کسب بشه 34 امتیازه خواهد شد و سبا باتری 35 مسته اول به تیم سبا باتری پیوسته. ضربه خطا رو باید بازیکن سبا باتری در حالی بزنن که تعداد خطاها 3-3 مساوی هست. بابک حاتمی پشت توپ حضور داره. با پای چپ باید توپ رو بفرسته به روی دروازه مقاومتی که دو دفاعه دیوار دفاعی خودش رو بسته. حالا این کار رو انجام میده به روی دروازه. موقعیت برای سبا باتری و یحیی گل محمدی و یحیی نژاد که ضربه بازیکنای سبا باتری راه به جایی نمیبرن و این موقعیت هم از بازیکنای سبا باتری گرفته میشه. صحنه رو یک بار دیگه با هم میبینیم. ضربه سر یحیی نژاد بود که از کنار دروازه این دروازه‌بان سوشا مکانی به بیرون رفت. مصطفی صبری یک بار دیگه بازیکن سبا باتری از سمت چپ حرکت میکنه. مرتضی اسدی در مساف با جمال عباسی ترجیح میده کار کنه با سمت راست خودش. امجد شکوه مقام و یحیی نژاد. یحیی نژاد ضربه‌اش رو هم از همون زاویه میزنه اما پس از عبور از کنار بازیکنای دو تیم به بیرون رفت. ظاهراً تو برخورد کرده به مدافعین تیم مقاومت و ضربه سبا باتری توسط یحیی نژاد باید انجام بشه. دورخیز خودش رو یحیی نژاد بلند و با فاصله انجام میده. باید پرتاب بلندی رو شاهد باشیم از این بازیکنی که پیستون راست تیم سبا باتری در این مسابقه هست. حالا میره که پرتابش رو انجام میده بلند به درون محوطه جریمه. سوشا مکانی هم بیرون اومد. یک لحظه اشتباه کرد اما مدافعین تیم مقاومت توپ رو دور کردند و پرتاب توپی که
دقیقه تمام شده هست. تیم مقاومت شهید سپاسی کماکان با گلی که توسط سوشا مکانی در دقیقه 4 به ثمر رسوند 1-0 جلو هست. رضا خالقی فقط قصد داشت که همون درجا شوتی رو به سمت دروازه ثواباتی بزنه، اما پاش گیر میکنه. بازیکن ثواباتی توپو کنترل میکنن، حرکت میکنن از سمت راست. بابک حاتمی برای کدام بازیکن؟ در عقب برای یحیی نژاد. یک بار دیگه بابک حاتمی با پای چپ میندازه برای غلامرضا رضایی که رضایی حرکت نکرده. توپ هم بلند هست و حساب 1-0 به سود تیم مقاومت سپاسی در جریان هست با گل استثنایی سوشا مکانی در 4مین دقیقه. گلی که شاید دیگه در فوتبال شاهدش نباشیم. در میانه میدان یحیی نژاد واگذار میکنه به در میانه میدان، حرکت از یاران تیم ثواباتی میبرن به سمت راست. اونجا میثم امیری توپو میگیره از بابک حاتمی. کماکان توپ اونجا داره ضربه میخوره. حالا عدیناویچ، فرهاد کاظمی و مجید جلالی تعداد خطاها 3 در برابر 7 هستن. روی دروازه موقعیت برای بازیکن تیم ثواباتی. چه توپی رو از دست داد علی یحیی نژاد. یک توپ باد آورده رو به دست آورد اما نتونست که از اون به خوبی استفاده کنه. با هم مشاهده میکنیم اشتباه بازیکن تیم مقاومت در دفع توپ. یک فرصت بسیار خوب در اختیار علی یحیی نژاد قرار داد که ضربه او به شکل خطرناک از بالای دروازه تیم مقاومت به بیرون میره. غلامرضا رضایی حرکت تو از سمت چپ باش جمال عباسی و علی محمد دهقان حرکت میکنن، کاملا با نحوه بازی یکدیگر آشنا هستن. حالا فریدون فضلی در عرض حرکت میکنه، میبره به سمت راست برای علی یحیی نژاد. فشار تیم ثواباتی 10 نفره در این لحظات زیاد هست برای دروازه تیم مقاومت. عادل کلاهکج تو روی دروازه موقعیت بازیکن تیم ثواباتی تو میرسونه به عادل کلاهکج. تعویض منطقه بازی به سمت راست علی یحیی نژاد. موقعیت بازیکن تیم ثواباتی در محوطه جریمه غلامرضا رضایی اشتباه میکنه. غلامرضا رضایی و تیم مقاومت سپاسی به ثمر برسه. از مقابل دروازه سوشا مکانی بازی رو شروع میکنه. یحیی نژاد یه ضربه سر از فریدون فضلی. غلامرضا رضایی گوشه محوطه جریمه توپ کنترل میکنه. دو بازیکن به استقبالش میان. حرکت رضایی در عرض. خدا غلامرضا رضایی یک پاس خوب برای امجد شکوه مقام رو بقا برای اسدی. موقعیت برای بازیکن تیم ثواباتی اصلا روی دروازه. این توپ که توی دروازه قرار میگیره. گل برای تیم ثواباتی به دست میاد توسط بابک حاتمی. حالا یحیی نژاد از دو بازیکن عبور میکنه. خطای هاشمی بگزاده به روی یحیی نژاد گرفته میشه. ضربه آزاد پشت محوطه جریمه در اختیار بازیکن تیم ثواباتی قرار میگیره. صحنه اثر با هم مشاهده میکنیم که از بین دو بازیکن یحیی نژاد عبور کرد و به خطای هاشمی بیگزاده متوقف شد. پشت توپ عادل کلاهکج قرار گرفته. ببینیم که ثواباتی به زمین مسابقه خواهد اومد. هرچی فوروارد داره آقای زئی داره وارد زمین میکنه اونا رو. مرتضی اسدی ضربه رو بلند میزنه. سانت بلند روی دروازه یحیی گل محمدی و سوشا مکانی که با اعتماد به نفس بالای خودش توپ در اختیار میگیره. حالا هاشمی بیگزاده توپ خوب کنترل نکرد. یحیی نژاد خطای محمود محمدی گرفته میشه. تیم ثواباتی در سابقه گلزنی رو در حافظیه شیراز به همراه داره. عبداللهی کلاهکج از همونجا ضربش رو میزنه که سوشا مکانی ادویچ کلاهکج یحیی نژاد ادویچ یحیی نژاد پشت محوطه جریمه. خطای سید محمد موسوی و کارت زرد دیگری برای بازیکن‌های دو تیم و این بار سید محمد موسوی در دقیقه 83 مسابقه روی این صحنه که یک بار دیگه با هم تماشا می‌کنیم از آقای سعید بخشیزاده کارت زرد میگیره.